بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. السلام علیکم دوستان عزیز، استادان گرامی قدر، مهمانان ارجمند. امروز باز مجمعه خرمشهر چراغان است. امروز خرمشهر خرمتر از هر روز است، زیرا امروز شما عزیزان با چراغ دلتان، با نور محبت و مهر و عشقتان این مجمعه را فروزان کردید. و جز این شامی هست که 803 سال مقدم انسان بروی عالم آمد که با فکرت، با محبت، با عشق، با فلسفه خود عالم را تسخیر کرد و این انسان مولانا جلال الدین رومی است و محفل نوبتی خرمشهر به همین مناسبت بخشیده می شود. دوستان عزیز، من همه شما را به محفل امروز خیر مقدم می گویم. قدم های همه شما را بالای سر می خوانم و به رهبر دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف، دکتر علم های سخنشناسی پروفسور نظام الدین شمس الدینویچ زاهدوف سخن میدم. دوستان عزیز، حاضرین گرامی، یکی از مهمترین دستاوردهای استقلالیت دولتی تاجیکستان این گسترش بی‌سابقه روند خودشناسی و استحکام پایه‌های حافظه تاریخی مردم تاجیک است. این امر از سیاست فردا آفرین پرزیدنت کشور ما جناب عالی امام علی رحمان منشأ گرفته است. با هدایت های جناب عالی ما به گذشته دورمان روی آوردیم. صحیفه های افتخار انگیز تاریخ گذشته من را ورق گردان کردیم تا از دفتر برار و ناکامی ها، از کامیابی و پیروزی های گذشتگان خودمان برایمان درس عبرت بگیریم و در مجموع گذشته من را به خدمت امروز و فردایمان گذاریم. امروز به شرافت همین سیاست فردا آفرین ما بیش از هر وقت دیگر خود آگاه و خودشناس گردیده ایم. به شرافت همین سیاست است که بسیار نابغگان علم و ادب گذشته ما، بسیار فرهیختگان ادبیات و معنویت گذشته ما، دانشمندان بزرگ گذشته ما که امروز افتخار ملت ما و افتخار جهانیان هستند، در واقعیت امروز ما عمری دوباره یافتند، به امروز ما وارد گشتند که این نتیجه همون سیاست هستی ساز، سیاست معنویتگرای سرور دولتمان است. در میان نابغگان علم و ادب و فرهنگ ما عمر دوباره یافتن مولانا جلال الدین بلخی خیلی رمزی است، زیرا مولانا جلال الدین بلخی در میان همه نابغگان گذشته ما با یک ویژگی خودش به نظر من امتیاز دارد. زیرا مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در قلمرو ادبیات و فرهنگ مردم تاجیک، نه تنها در قلمرو ادبیات و فرهنگ اقوام شرق معروفیت و محبوبیت دارد، بلکه آثار، افکار و تالیفات مولانا جلال الدین بلخی امروز در قلمرو
دلهای غربیان نیز غنجایش پیدا کرده است، جای برای خود پیدا کرده است. دلیل بسیار مجسم این مطلب آن است که امروز آثار مولانا از خواندنی ترین آثار در امریکا است، در انگلستان است، در عالم غرب است. دلیل بارز این مطلب آن است که آثار مولانا پرتیراژ ترین آثاری که امروز از نابغگان شرق در عالم غرب به نشر می رسند. سببش چی؟ سببش آن است که هم شرقیان هم غربیان دیدند که آثار مولانا پاسخگوی نیازهای معنوی آنها است. غربیان که از شرقیان گویا فرسخ‌ها دور هستند دیدند که در آثار مولانا همون چیزی را پیدا می‌کنند که مولانا برای خود کشف کرده بود، یا چیزی را اونها جستجو دارند که مولانا 8 عصر پیش از این جستجوی آن بود. مولانا گفته بود دی شیخ با چراغ همه گشت گردی شهر، از دی بودد ملولم و انسانم آرزوست. اونها هم غربیان هم شرقیان هم امروز مثل مولانا در آرزوی انسان هستند، انسان کامل هستند و از دی بودد ملول گشتند. مولانا به جهان امروز ما وارد گشت. مولانا معاصر زمان ما شد. بسیار عجیب است که مولانا 8 عصر پیش از ما زیسته است ولی معاصر با ما است، هم نوا و هم صدا با زمان ما است، زیرا او ارزش های عمومی بشری، آرزو و آرمان هایی که امروز انسانیت در دل می پرورد همان را سروده بود. حکمت و فلسفه همون اقدام پرزیدنت کشورمان در مورد عمر دوباره بخشیدن به مولانا جلال الدین رومی و مولانا جلال الدین رومی را دعوت کردن به روزگار امروزه هم همین است که ما به درک کنه تعلیمات مولانا برسیم، به کنه تفکر او برسیم، آثار و افکارش را معرفت کرده باشیم. اگر به همین چیز دست یابیم اونگاه ما یک زندگی شایسته، زندگی آزادوار خواهیم داشت. من در این سخن بسیار کوتاه خود تمنای آن را دارم که ما همین مرحله را به زودی طی کنیم. به زندگی شایسته و آزادواری که مولانا ترنم میکرد، به زندگی شایسته و آزادواری که امروز پرزیدنت کشور ما را هدایت میکنند به همین برسیم. اگر ما به همین چیز دست یابیم اونگاه همون انسانی که مولانا جستجو میکرد اون انسان پیدا خواهد شد. شما خوب میدانید که در پیشتاق سازمان ملل متحد ابیات سعدی بزرگوار حکاکی شده است. من تمنای آن را دارم که در پیشتاق دلهای هر یک انسان عالم امروز همون ابیات مولانا که ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم حکاکی شود. این بهترین گرامی داشتی آثار مولانا، بهترین بزرگداشت تفکر مولانا، بهترین پیروی به اندیشه های این عارف شوریده سر خواهد بود. همدیاران عزیز، در تاجیکستان صاحب استقلال ما ارزگزاری به اصالت گذشتهمان و فرزندان ملتمان با یکی از رکنهای دولتداری تبدیل یافته است و در حقیقت هم در مدت 19 سال به همه آنهایی که فرهنگ خلق تاجیک، تاریخ خلق تاجیک را به عرش بلند رسانده و خدمت‌های ارزنده کردند، همه آنها را ما قدردانی کردیم. و در این روز نیکی که ما روز مولانا جلال الدین بلخی را تجلیل میکنیم، من گفتنی هستم که همه آن میراثی که این بزرگوار برای ما میراث گذاشتند پیش از همه ما را با گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک هدایت میکند. بهر پیشرفت وطن عزیزمان، بهر در جوانان تربیت کردن خویشتن شناسی، وطن پرستی هدایت نموده، باز هم با روی پیشرفت تاجیکستان عزیز ما یک راهنما میگردد.
و من در این فرصت خیلی هم برای ما هیجان آور، فرصت خیلی هم برای ما عزیز، از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سور، شخصا از نام رئیس ولایت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم خواهر رسولزاده، همه هموطنان عزیزمان را به روز مولانا جلال الدین بلخی از صمیم قلب تبریک و مبارکباد میگویم. باور کامل دارم که ما محض در نتیجه انم ارزگزاری با آن نیت های پاکی که در دل داریم با مقصد عزیزمان خواهیم رسید.
جدایی آشکار بیشناسنه چون حکایم میکنم جدایی آشکایم دلم را ناله سرنای باید، دلم را ناله سرنای باید که از سرنای بوی یار آید. سخنشناس معروف ابوالحسین زرینکوب در مقاله معروف خود مولای روم می نویسد وقتی که مولانا با زبان نی شعر می گوید هر نفر به طور خودش از او قصه گوش می کند. این معنی آن را دارد که وقتی که ما به دریای پرگوهر به بحر بیکنار مولانا غوطه‌ور می شویم، به قدر زحمت خود، به قدر قیمت خود، به قدر همت خود و به قدر ظرفیت خود برداشت می کنیم و آنهایی که سخنور هستند، آنهایی که سخنشناس هستند از این دریا بیشتر بهره‌یاب می شوند و حکمت دیرینه ادبیات اینجا یک بار دیگر ثابت می شود که شعر گفتن گرچه درست گفتن بود لیک فهمیدن به از گفتن بود. و در محفل امروزی ما، در محفل مولانا، در محفل شام مولانا خوشبختانه انسان‌های پیوستند که واقعا سخنور هستند، سخنشناس هستند و من با کمال احترام و صمیمیت به شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله میخواهم رشته سخن را داده باشم. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. مولوی بزرگ گویا خنده کرده است، شاعری که تا هفت قبت آسمان نردبان ساخته و بالا برآمده است. مولوی بزرگ است: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. چو ملک پادشاهی دیده باشی پس از شاهی گدایی مصلحت نیست. چو پا داری برو دستی بجنبان که این بی دست و پایی مصلحت نیست. ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. محفل مولانا محفل شعر است و شعر مولانا شعر بودن است، شعر فریاد عشق از زندگی است و هیچ شاعر با چنین محبت بلند به زندگی نزیسته است و هر شعر او اینقدر با روح بلندی خواننده را فرا نمیگیرد چنانه که شعر مولانا هست. بیا باشیم، بیا در تار پود خود نوا باشیم، بیا در تاره های هر رگ پیکر پی و پیک بقا باشیم. بیا با ضرب دل این نبض بیداری که اصلا بانگ هوشیاری است، اصلا بانگ بیداری است، همه دم هم صدا باشیم. بیا باشیم، بیا با یک درخت سرفراز پا به پا باشیم. به دوش خیش داریم آسمان زندگانی را، بیا باشیم. بیا با یک تبسم
در لبی افسرده مادر که عمری در وفا میزیست چراغ روشنی راه وفا باشیم. بیا با هر گل و هر سبزه و هر نخل زی خود وارسته در پیرایه پاکی صفا باشیم. بیا باشیم، بیا دست بریم و چون چراغک ها فروزانیم در طاق امید عشق زیبا را که دور از آتشی بخل و ریا باشیم. بیا با سوز قلب و اشک چشم و ناله شبگیر بشارت آوری آن همت و لطف و سخا باشیم. بیا باشیم، بیا از آتش دل مشعله در چهره افروزیم که از ظلمات هستی رستگار و رهنما باشیم. بیا باشیم، بیا با سبزه ها سبزیدن آموزیم، تبسم های گل ها را به لب پیک وفا باشیم. بیا روی سعادت را نما باشیم. بیا تا پیش پا را با چراغ آن لقا بینیم. بیا در پرتو روی محبت پیش پا بینیم. بیا افروخته از نور او در مغز دل، در مغز جان خود زیا باشیم. بیا باشیم، بیا همپای مردان خدا باشیم، امید رهنوردان غریب و بینوا باشیم. اگر چیزی نباشیم ای عزیزی من، بیا رو بر خدا آریم و دو دستی دعا باشیم. بیا بر نفس خود بالا شویم و همت خود را جلا باشیم. سلام صبح سوری را سلا باشیم. شما فخریم با هر قله کوه دیار خود. بیا با نیکنامی قله در قله این قله ها باشیم. بیا باشیم. ریاستی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورов برای مهمانان ارجمند تحفه آماده کردند. تحفه کتاب است. کتاب از آثار استادان و دانشمندان دانشگاه دولتی خوجند است. من از دختران خواهش میکنم که این تحفه ها را بیارند و استاد احمد جان رحمتزاد برای مهمانان اون برسانند. مرحمت. و دوستان عزیز، دیروز در یک صحبت هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان تلقین تاجیبایف گفتند که از آثار مولانا بیشتر از 20 سرود آماده کردم و من گفتم برای چی اینقدر 20 سرود که مقدارش اینقدر زیاد؟ ایشان گفتند وقتی که من مولانا را خواندم از متن مولانا آهنگش دریافتم و همون آهنگی که خود مولانا گویا با آن گذاشته است به همون آهنگ سرود ایجاد کردم و من این لحظه تلقین تاجیبایف هنرمند خوب و خوشاواز جمهوری تاجیکستان را به صحنه میخوانم تا یک سرود در متن مولانای روم برای ما و شما خوانده باشند.
دوستان عزیز، مهمانان ارجمند، هر محفلی که در خرمشهر در شهر عزیز ما برگزار می شود از جانب دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند، خاصه دانشجویان سخنشناس، دانشجویان شرقشناس هنری نمایش داده می شود. آنها توسط هنر، توسط مشاعره محبتشان، صداقتشان به ادبیات، به سخن ابراز می دارند و برای مولانا، برای شام مولانا این دانشجویان صحنه سماع برای ما و شما آماده کردند که الان منظور شما می سازیم. دوستان عزیز، مهمانان گرامی قدر، در محفل ما انسان‌های نشستند که شاهدی چندین محفل‌های ادبی و فرهنگی در مجمع خرمشهر هستند. در مجمع خرمشهر طی سال‌هاست که پیوسته محفل‌های ادبی برگزار می‌شود و در اغلب این محفل‌ها شاعر خلقی تاجیکستان، خواهر ارجمند ما فرزانه محفل آرا بودند و همیشگی با سخنشان، با هستیشان محفل‌های خرمشهر را خرمتر می‌کردند و من با کمال احترام و ممنونیت سخن را الان به ایشان میدم. مرحمت. برون شو ای غم از سینه که امشب یار می آید، تو هم ای دل ز خود گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشت، عشق او ز شادی آر می آید. السلام به همه شما اهل محفل انس، به همه شما یاران عزیزی که جانهای بیدارتان با عشق مولانا می تپد. مولانا منادی ایدهاست، حتی در ناخوشترین لحظات زندگیش، در سنگینترین، وزنینترین، پراندوهترین لحظات حیاتش او ندا می کند. پرسی که چگونه ای؟ خوشم من، گویم ترشم دلت بماند. یا می گوید ناخوشی او خوش بود در جان من، جان فدای یاری دلرنجان من. تمام بشر از مرگ و پیری می هراسد و سایه این یأس حیات او را خیره می کند، اما مولای ما مرگ را هم عید دیگر می شمارد.
به روز مرگ که تابوت من روان باشد، گمان نبر که مرا درد این جهان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نروست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. مولانا به تمام اجزای جهان نظری دیگرگونه دارد، نه آنچنان که همه دیگر بزرگان دارند. حتی دیگر شعرا اگر انار کفیده را به آفتاب غروب یا دل خونین مشابه دانند، مولانا میگوید نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردان از مردان کند. و اینجا ما صحبت مردان را شنیدیم و آرزومندیم که استادان بزرگ که در حلقهشان قرار داریم از دوشنبه آمدن حتما بهترین صحبت را راجع به مولانا خواهند کرد. و من میخواهم به یکایک شما یاران عزیز گویم که بیایید تمام اشعار مولانا را چون ارمغان ایدی حیات خود بپذیریم و از او بیاموزیم انسان بودن را، با شکر حق زیستن را، بهار و دی را پذیرفتن را، دردمند جان دردمندان بودن را، بر مور و ملخ و تمام اجزای جهان به تمام ذرات عالم سلام گفتن را، محبت را محبت را محبت را. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. عشق آمد به کف نشان وصال، عاشقان این نشان مبارک باد. hayat afsurde, bibi tu sema murde murde, bibi tu hayat afsurde, bibi tu sema murde murde. ما بر دریش حلقه کباب تو قلوب زده کلید برده، ما بر دریش حلقه کباب تو قلوب زده کلید برده. بی بی تو حیات افسرده، بی بی تو سما مرده مرده. هر آتشی زنده از دمی توست، رهوار به این دمی شمرده. هر آتشی زنده از دمی توست، رهوار به این دمی شمرده. خامیم بیا بسوز ما را، در آتش عشقم شکرده. خامیم بیا بسوز ما را، در آتش عشقم شکرده. بی بی تو حیات افسرده، بی بی تو سما مرده مرده. بی بی تو حیات افسرده، بی بی تو سما مرده مرده. در پردم موشی چو دیده، خوش نیست به پیش دیده پرده. در پردم موشی چو دیده، خوش نیست به پیش دیده پرده. کم گوزی عشقی عشقی گفتن نبود چنان کرده. کم گوزی عشقی عشقی خور گفتن نبود چنان کرده. بی بی تو حیات افسرده، بی بی تو سما مرده مرده.
بی بی تو حیات افسرده، بی بی تو سما مرده مرده، بی بی تو سما مرده مرده. میگویند که مولانا به حلقه خیش کسانی را وارد میکرد در ردیف شرطها، اون نفر باید زبان فارسی را آموخته باشد. و امروز در قونیه، در ترکیه، اونهایی که پیرو مولانا هستند مثنوی میخوانند، از دیوان کبیر غزلها میخوانند. و ما نیز امروز در محفل خرمشهر از دختران سخنشناس دانشگاه خواهش میکنیم که از اشعار مولای روم برای ما و شما خوانده باشند. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم. تو کعبه هر جا روم، قصد مقامت میکنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود، چون یاد نامت میکنم. گه همچو بازی آشنا، بر دست تو پر میزنم. گه چون کبوتر پر زنان، آهنگ بامت میکنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی. ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. دوری بطن لیک از دلم، اندر دل تو روزنیست. زان روزن دزدیده من، چون مه پیامت میکنم. من آینه دل راز تو اینجا صقال میدهم. من گوش خود را دفتر لطف کلامت میکنم. در گوش تو، در هوش تو، و اندر دل پرجوش تو. اینها چی باشد تو منی، وین وصف آمد میکنم. ای دل نه اندر ماجرا، میگفت آن دل بر تو را. هرچند از تو کم شود، بر خود تمامت میکنم. گه راست مانند الف، گه کژ چو حرف مختلف. یک لحظه پخته میشوی، یک لحظه خامت میکنم. گر سالها ره میروی، چون مهره در دست من. چیزی که رامش میکنی، زان چیز رامت میکنم. ای شه حسام الدین حسن، میگوی با جانان که من. جان را غلاف معرفت، بهر حسامت میکنم. آن نفسی که با خودی، یار چو خار آیده. و آن نفسی که بی خودی، یار چی کار آیده. آن نفسی که با خودی، خود تو شکاری پشه‌ای. و آن نفسی که بی خودی، پیل شکار آیده. آن نفسی که با خودی، بسته ابر غصه‌ای. و آن نفسی که بی خودی، مه به کنار آیده. آن نفسی که با خودی، یار کناره می کند. و آن نفسی که بی خودی، باده یار آیده. آن نفسی که با خودی، همچو خزان فسرده ای. و آن نفسی که بی خودی، دی چو بهار آیده. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیده. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است. ترک گوارش ار کنی، زهر گوار آیده. جمله بی مرادیت از طلب مراد توست. ورنه همه مرادها همچنین سار آیده. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نه. تا که نگاری نازگر
عاشق زار آیدت. خسروی شرق شمس الدین از تبریز چون رسد، از مه و از ستاره ها والله آر آیدت. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشانی عشق را نالان مکن. باغی جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. بر درخت کاشیانی مرغ توست، شاخ مشکن مرغ را پران مکن. گرچه دزدان خصم روزی روشنند، آنچه می خواهد دلی ایشان مکن. شمع جمعی خیش را بر هم مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. کعبه اقبال این خلق است و بس، کعبه امید را ویران مکن. نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. نقل میکنند که طالب علم مخالف تصوف بود بر مولانای روم میگوید آیا شما آن نفری هستید که بر 73 مذهب خیش را یک خوانده اید؟ مولانا جلال الدین رومی میگویند بله من آن نفری هستم که بر 73 مذهب یکی هستم. و آن طالب علم میگوید بر مولانا سخنی سخت میگوید، سخنی درشت میگوید و مولانا بازم میگوید من با تو نیز یک هستم. و این نظریه مولانا امروز واقعا نظریه بهترین است، زیرا مولانا با مسلمان و نصارا و گبرا یک بود. برای او انسان والاترین گوهر عالم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا می کنم به نام آن خدایی که مولانا را به این منزلت بزرگ رسانید. باید تذکر داد که قرآن این کلام الله است، کتاب آسمانی است. مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی باشد نیز از آن منشأ میگیرد و آن کلام بشر است. قرآن بحر است، بحر را در کوزه جای دادن نشاید. در نظر ما مثنوی معنوی حضرت مولانا بحر است، معرفت معنوی ما باشد این کوزه است. هر نفر به قدر استطاعت خود با کوزه خود از این بحر استفاده میبرد و درک معنا می کند. هر صاحب معرفتی که معانی قرآن را ظاهرا و باطنا با علم بدیع و علم و معانی درک می کند، هدف ابیات حضرت مولانا را حاصل می کند. در این شب مبارک که شب مولود حضرت مولانا است، در این مجمع العلوم، در این منزل احیای ذکر حضرت مولانا، اهل علم و ادب، صاحب قلمان، عالمان انگشتما، طالب علمان، شعرا و ادبا، همه در تدبر و تفکر شخصیت حضرت مولانا و خدمت‌های حضرت مولانا هستیم. دعا میکنم که پروردگار عالم مکان و منزلت حضرت مولانا را روضه از ریاض الجنت گرداند، روحشان در صدر جنت شاد باد، خاندان تاجیکان از علمشان آباد باد. السلام علیکم.
دوستان عزیز، محفل های مجمعی خرمشهر چهره های نو را روی کار می آورد. دوستان جوان دانشمند نیز در محفل های خرمشهر سخنوری خواهند کرد. بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانیم؟ کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم؟ گهی خوش دل شوی از آن که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو برگورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده کاکنون همانیم. خموش کن مردوار ای دل ازیرا، به هستی متهم ما زین زبانیم. مولانا جلال الدین بلخی از سخنوران عارف نامور ادبیات فارسی تاجیکی است که نیاز به معرفی بیشتر ندارد. در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی بیشتر با کلیات شمس، مثنوی معنوی و آثار منصور فیهی مافیهی شهرت دارد. مولانا جلال الدین رومی با شمس الدین تبریزی روبرو شد، یعنی برخورد کرد، و همین برخورد کردن مولانا با شمس تبریزی انقلاب در دل او انداخت، آتش در سینه او انداخت که من بعد گرفتار شد. و بسیار حکایات کنند که بعد از برخورد با شمس تبریزی مولانا دیگر از قیل و قال مدرسه دلش گرفت و به صحبت شمس تبریزی پرداخت. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. یا جای دیگر از آمد عشق خداوند که یک رستخیز میماند و این رحمت است به نهایت یاد کرده میگوید: ای رستخیز ناگهان و ای رحمت به منتها، ای آتش افروخته در بیشه اندیشه ها. برابر این آثار بزرگ مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی ارزنده تحقیق است. منام بیان که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. انا میری شمیل مترجمی مثنوی معنوی با زبان آلمانی میگوید که روز من در داها در بنگلادش بودم که از امریکا با من تماس گرفتن، گفتن که تو برنده جایزه کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا شدی. من اونجا میگوید احساس کردم که چقدر مولانا بزرگ است که من در دانشگاه داها در بنگلادش از مولانا سخن میکردم. از امریکا گفتن که تو برنده جایزه مولانا هستی. یعنی مولانا در همه جا هست، در همه قطعه است. هرچند خودش میگوید که من نه شرقیم نه غربیم، نه بحریم نه بریم، نه هندیم نه چینیم، اما مولانا در همه جا هست. استاد لایق ارمغانی از ازل دارن. من امروز روز مولانا است. هرچند در شیخ عطار هست که وقتی میخواستن که شیخ عطار رو به خلق رسانند، بعد در روز مرگ شیخ عطار همه اومدن، وقتی اعلان کردن یک نفر پیرزن هم اومد با یک تربه کاه، گفت که من با همین تربه کاه هم اومدم که عطار را خریداری کنم. و هرچند در روز مولود مولانا است، من ارمغان استاد لایق ارمغان از ازل بود. من یک ارمغان غزل از مولانا برای مولانا هم غزل آنلاینی هست برای شما میخوام. زنگ نو زدی خانی شعر تازه عینی، جان من توقف کن روی بیتی مابینی. با نه شرقی و غربی، با نه هندی و چینی، با نه بحری و بری، ماورای بحرینی. با یکی و یک چندی، با دویی و دو صد چندی،
در 3 و 4 و 5 8 و 7 و 6 غینی. در خط چهارم بیت قطع شد صدای نی. باز خوان دوامش را در تماس آنلاینی. عالم پر از شوری دجله و منصوری، نور در کف نوری انقلاب کونینی. ناله کن نی مولا با هوای آهنگی نی 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 نا نی 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 نی. چون بر روز مولودت خالی آمدم ای دوست، از تو میکنم بر تو هدیه این غزل دینی. من از نام مولانا، از نام این بزرگوار در این روز مبارک دعا میکنم که به هر یکی شما که ای سروی روان باد خزانت نرسد، ای چشم جهان چشم بدانت نرسد، ای آنکه تو جان آسمانی و زمین جز رحمت و جز راحت جانت نرسد. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، چون سخن از مولای روم است، من میخواستم که اون شر و شور، اون تب و تاب، اون غلیانی که مولانا داشت یک لحظه در این محفل ما باشد و من از طالب آذرخش خواهش میکنم برای ما سخنی گویند و یک سرود دلنشینی از آثار مولای روم برای ما خوانده باشند. آواز داد اختر بس روشن است امشب، رگان را مه با من است امشب. سلام مولانا به همه عاشقان مولانا و به استادان سخن و به شاگردان عزیز که در اینجا شرکت دارند. واقعا شب خیلی روشن است، روشنترین شب شب مولانا است، روشنترین شب شب رودکی است، حافظ، سعدی. روشنترین شب شب آنهایی که همه کتابهایشان را یک جای کنید و یک نام گذارید، نامش عشق می شود، نامش محبت. یک دسته کلید است به زیر بغلی عشق، از بحر گشاییدن اصحاب رسیده است. واقعا این عشق است که کلید میدهد به دست یک هنرمند، میگوید در هنر کشا، به دست یک شاعر میدهد میگوید در شعر کشا، به دست یک آوازخوان میدهد در آواز بکشا و به دست یک عالم میدهد میگوید کتابت کشا. در شعر مولانا ما شادترین آهنگ های بشریت گوش میکنیم. از شادترین شاعری ما مولانا است، چون تار و پود شعر مولانا از آهنگ است، از موسیقی است. پیشتر از صدای شعر مولانا صدای آهنگی شعرش به گوش ما میرسد. منم از باده های پنهانی، منم از باده های پنهانی، در دف و چند گناه پنهانی. سالها می شود با این آهنگ، میکنم های های پنهانی. دف، چنگ، رباب، همه اسباب های موسیقی صدا میدهد در شعر مولانا و اون رقص سمایی که خودش دارد در کلمه ها و در هجاها و در معنی ها میبینید. شعر بهترین رقصی سخن را در اشعار مولانا میبینید. رقصی معنی، رقصی عشق، رقصی سنگ و چوب و آب و هوای و همه موجودات عالم در رقص زیبا. و چه خیلی که امروز رقص فواره میبینیم، رقص نور میبینیم در این محفل، رقص این درختان میبینیم و رقص دلهای خود ما میبینیم.
زرین شود زرین، زرین شود زرین. از محبت تلخا شیرین شود شیرین، شیرین شود شیرین. از محبت تلخا شیرین شود شیرین، شیرین شود شیرین. گوشم پست 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 پست. سید بودن بهتر از صیادی است، صیادی است. از محبت میزها زرین شود زرین، زرین شود زرین. از محبت تلخا شیرین شود شیرین، شیرین شود شیرین. قهار از تو من مخوری، مخوری. چون شکر شیرین شدم از شوری، از شوری. از محبت میزها زرین شود زرین، زرین شود زرین. از محبت تلخا شیرین شود شیرین، شیرین شود شیرین. از محبت میزها زرین شود زرین، زرین شود زرین. از محبت تلخا شیرین شود شیرین، شیرین شود شیرین. دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر، امشب شام مولانا بود. میگویند آب دریا را اگر نتوان کشید تشنگی باید چشید. و امروز ما از دریای مولانا شاید قطره که چشیدیم، به همدیگر از مولانا سخن کردیم. و دیگر خدا حافظی همه ما و شما باشد.
شد که ما مستیم اندر غمی تو جانا، هم محرمی عشقی تو، هم محرمی تو جانا. ای شد که ما مستیم اندر غمی تو جانا، هم محرمی عشقی تو، هم محرمی تو جانا. هم ناظری روی تو، هم مستی سبوی تو، هم مستی سبوی تو، هم شسته بنظارم بر تارمی تو جانا. جانا جانا ای شد که ما مستیم اندر غمی تو جانا. جانی سلیمانی آرامگهی جانی، ای دیو پری شیدا از خاتمی تو جانا. ای بیهودی جانها در طلعتی خوبی تو، در طلعتی خوبی تو، ای روشنی دلها اندر دمی تو جانا. جانا جانا ای شد که ما مستیم اندر غمی تو جانا. در عشق تو خمارم، در سرج تو میدارم، از حسن و جمالاتی پرخورم تو جانا، پرخورم تو جانا. تو کعبه عشاقی شمس الحق تبریزی، تو کعبه عشاقی شمس الحق تبریزی، شمس الحق تبریزی. زمزم شکر آمیزم از زمزمی تو جانا. جانا جانا ای شد که ما مستیم اندر غمی تو جانا. جانا جانا ای شد که ما مستیم اندر غمی تو جانا.